افسرانی در حادثه‌های خارق دست داشته یکی پی دیگر به مرگ نابهنگام دچار می‌شوند. هیئت حکومتی روسیه تحت سروری معاون نخست وزیر مرات حسنولین وارد تاجیکستان شد. به خیر باشد. صبح امروز زمین لرزه 4 بالی کولی سرز را به لرزه درآورد. احتمال روز عید وحدت روز عرفه عید قربان در تاجیکستان خواهد بود. یک زائر تاجیکستانی در مکه فوتیده است. پالکوونیک عبدالرحمن مبارک قدمزاده معاون وزیر کارهای داخلی تاجیکستان که ماه اوگوست سال گذشته به این منصب تعیین گردیده بود، روز 17 ایون در پی یک بیماری در سن 52 سالگی از عالم درگذشت. مبارک قدمزاده سالهای 2018 تا 2022 همچون سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر خارخ کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی کاربران نوشتند که این وزیر هم از پی اچیستگی نفرانی در کشتار مردم بدخشان دست داشته کشته شده است. این گفته‌ها هم به دلیل آن است که دوام یک سال آخر چندین کارمندان مقامات انتظامی که در حادثه‌های کشتار مردم آسایشته دست داشتند با مرگ‌های مرموز مواجه شدند. در همین حال مرکز مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر یک تعزیه مرگ پالکوونیک تاجیک را نابهنگام نامیده به اهل عائله و نزدیکان و پیوندان مرحوم اظهار همدردی کرده است. از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند عبدالرحمن مبارک قدمزاده در پی بیماری فشار بلندی چند روز در بیمارخانه بستری شده درگذشت. در خبری دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته شده است که مبارک قدمزاده ماه نوامبر سال 2021 هنگام ادا نمودن خدمت عاید به نگاه داشتن ترتیبات جمعیتی در حادثه‌های شهر خارخ از طرف گروه‌های متشکل جنایتکاری ولایت مختار کوهستان بدخشان با کارد زخمی و 3 ماه بستری شده است. عبدالرحمن مبارک قدمزاده زاده ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان بوده، نامزد علم‌های حقوق شناسی نیز بوده است. مبارک قدمزاده عبدالرحمن 17 اوگوست سال 2022 به وظیفه معاون وزیر کارهای داخلی تاجیکستان تعیین گردیده بود. او با فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مکافات‌های دولتی مدال جسارت و اردن سپیتمین درجه 2 سرفراز گردانیده شده است. هیئت حکومت روسیه تحت سروری معاون نخست وزیر این کشور مرات حسنولین وارد تاجیکستان شد. در دایره این سفر ملاقات‌ها با پرزیدنت امامعلی رحمان، با رئیس مجلس ملی تاجیکستان رستم امامعلی و سروزیر جمهوری قاهر رسولزاده در نظر است. در واخوری‌ها دایره وسیع مسئله‌های همکاری‌های دوجانبه بررسی می‌شوند. همچنین در چهارچوب این سفر ملاقات صاحبکاران تاجیکستان روسیه در نظر است. در همین حال به خبرگزاری تاس حسنولین از امکان تأسیس آنالوگی مرکزی سیریوس در دوشنبه خبر داده است. حسنولین گفته است جانب روسیه با دوشنبه مسئله تأسیس آنالوگی مرکزی تعلیمی روسی سیریوس را در تاجیکستان بررسی می کند. و گفته حسنولین این مسئله با سروزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده مفصل بررسی شده است و افزوده است که نیت دارد این مسئله را در ملاقات با امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز به میان گذارد. گفتنی است مرکز تعلیمی سیریوس از جانب فاند تعلیمی استعداد و موفقیت در زمینه اینفراساختار المپی با تشبث پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین سال 2014 تأسیس داده شده است. مقصد از تأسیس مرکز رشد و دستگیری کسبی کودکان لیاقتمند که در ساحه صنعت، ورزش، طبیعت شناسی قابلیت‌های برجسته نشان داده اینچنین در ایجادات تکنیکی کامیابی‌ها به دست آورده اند می باشد. سیسمولوگ ها از دو حالت زمین لرزه در تاجیکستان را که با تفاوت 6 ساعت در مسافه تقریبا 70 کیلومتر از همدیگر رخ داده اند خبر دادند. این زمین لرزه در ولایت مختار کوهستان بدخشان کوهی در دوام چند ساعت 2 مراتب زمین را تکان داد. در این باره مرکز جمهوری مانیتورینگ پیشگویی سیسمیکی وزارت حالتهای فوق‌العاده ازبکستان خبر داده است. تکان اول ساعت 3:17 صبح به وقوع پیوسته قوه آنها 4 بال را تشکیل داده است. سرچشمه در 115 کیلومتر شمال شرقی خارخ واقع بوده در عمق 120 کیلومتر واقع بوده است. حادثه دوم ساعت 9:19 در 70 کیلومتر شمال غربی مرغاب در نزدیکی کولی سرریز به قید گرفته شده است.
این دفعه شدت آن به 4.2 بل رسیده در عمق 202 کیلومتر بوده است. درباره عاقبت‌های زلزله هنوز معلومات دسترس نشده است. طبق اطلاع مقدماتی شورای علمای تاجیکستان، امسال عید قربان روز 28 ایون تجلیل می شود و اطلاع کمیته دینی کشور روز عید قربان رسما روز چهارشنبه در جلسه شورا اعلان خواهد شد. عید قربان یکی از عیدهای مقدس در اسلام است. در این روز رسما قربانی می کنند. شخصانی که برای سفر حج مبلغ دارند به مکه مکرمه سفر کرده ادای فریضه حج می کنند. به این ترتیب در اوایل هفته آینده تاجیکان 4 روز پی در پی از جمله روز یکشنبه استراحت خواهند کرد با مقصد تامین دوامناکی روزهای عید بدون تنفس طبق قراری درباره گذراندن روزهای عید به روزهای دیگری کاری سال 2023. روز شنبه 24 ایون روز کاری بوده، استراحت به روز دوشنبه 26 ایون گذرانیده می شود. متناسباً یکشنبه 25 ایون و دوشنبه 26 ایون روزهای استراحت بوده. 27 ایون در کشور همچون روز وحدت و 28 ایون عید قربان که روز استراحت نیز محسوب می شود تجلیل می گردد. یک زائری تاجیک که از او عبدالله شریپوف نام برده می شود دیروز 18 ایون در شهر مکه مکرمه پیش از سرشوی مناسک حج وفات کرده است و صبح امروز او را همانجا به خاک سپاریدند. و اطلاع رادیوی آزادی این مرد زائر گرفتار بیماری دل بوده است. مرحوم ساکن ناحیه مسجح بوده. 6 روز پیش برای ادای مناسک حج به عربستان رفته بود. مقامات درباره درگذشت این زائر تاجیک تا حال رسما خبر نداده اند.